دیده جانکم یکتایم، در تشنگی بیابان هر شب تو را خواب میبینم. زیبا یکم سمن جانم. امروز اولین روز من در شهر شام می باشد. نمیدانم که آیا تمام مکتوب های من به دست تو می رسد یا نه، اما هر روز برای تو نامه می نویسم. هر روز با دل و جانم، با تمام حسیاتم به واسطه کبوتر زیبا به تو روان می کنم. در اینجا تنها نیستم. صلاح الدین ایوبی، محی الدین عربی و از بلال حبشی تا شهدای کربلا همه در اینجا می باشند. یعنی در سرزمینی بیگانه نیستم. اینجا قدمگاه بزرگان ما می باشد. اما ببین که ظلم جان انسانهای بیچاره را قتل می کند. صدای داد و فغان زنها و کودکان دل مرا پاره پاره می سازد. چگونه ای که دلم برای تو می تپد، برای این مردم بیچاره در پیش است. از رحمت الهی امید دارم. انشاءالله این خونریزی، این فتنه، این جنگ تمام می شود و من صحت و سلامت برگشته با تو وا می خورم. مبارک شود. تشکر. مبارک باشد. تشکر. راست میگیرم؟